بخش. یک بخش روش چی بود؟ روش مثلثی یا انتقال. یک روش متوازی الاضلاع بود. به همین دو روش به صورت عموم وکتورها رو میتونیم جمع کنیم. روش مثلثی که بود، روشی بود که مبدأ به انجام واصل میشد. قبول داریم؟ اما به روش متوازی الاضلاع که بود، مبدأ به مبدأ واصل میشد. مبدأ به مبدأ. دیگه به روش مثلثی قرار نداشتیم. روش متوازی الاضلاع ثبوت میشد روش الجبری، معاصله الجبری، برای الجبر یا شکل الجبری وکتورها. روش الجبری از متوازی الاضلاع پیدا میشد. یک فرمول عمومی داشتیم که آر مساوی میشد به جذر ای مربع جمع بی مربع دیگه جمع 2ab ضرب در کوساین الفا. این فرمول عمومی بود برای محصله وکتورها. از این فرمول به تمام زوایا شما میتونیم استفاده بکنیم. اما نکات کانکوری بود که اگر زاویه الفا بده 0 درجه، 0 درجه حالتی بود که بیشترین معاصله خوردش. اینش کنیم بیشترین معاصله به 0 درجه داشت. دو وکتور موازی بود. فرمول کوتاه چی بود؟ ای آر مساوی به ای جمع بی، اصل جمع وکتورها بیشترین معاصله را در همین حالت داره. فرمول کوتاه ای آر مساوی به ای جمع بی. و زمانی که زاویه الفا 180 درجه باشه، کمترین معاصله خودش یعنی به 180 کمترین داره. و فرمول کوتاه آر مساوی به وکتور ای منفی وکتور بی. حال داخل قیمت مطلق هم بگیریم. این زمانی بود که دو تا وکتور کمترین معاصله خودش باشه. دیگه گپ داشتیم اگر بگه متعامد یا قائم، یعنی زاویه الفا بده 90 درجه، او زمانی که آر مساوی میشه به جذر ای مربع جمع بی مربع. قضیه فیثاغورس از این فرمول کار میکردیم. و زمانی که اگر دو تا وکتور مساوی بگه، وکتور ای مساوی به وکتور بی، دو وکتور مساوی اگر باشه، به 0 درجه بیشترین، به 180 درجه کمترین، به 90 درجه بین البین، نه بزرگ نه زیاد نه کم، بین البینه. اگر دو وکتور مساوی باشه باز فرمول داشتیم ای مساوی آر برابر به 2a ضرب در کوساین الفای بر 2. از اینمی فرمول آر مساوی به 2a ضرب در کوساین الفای بر 2 استفاده میکنیم. و دیگه گپی که داشتی بود که رابطه بین زاویه و محصله، رابطه بین زاویه و محصله چی رابطه بود؟ عبارت از رابطه معکوس بود. رابطه معکوسی با هم دیگه دارن. رابطه بین زاویه محصله رابطه معکوسه. به هر اندازه که زاویه بزرگ باشه محصله کم میشه، هر اندازه که زاویه کم باشه محصله زیاد میشه. تمام همین گپ ما سر همین از وکتورها.